بریم برای بازسازی سیم کشی توی 1 دقیقه. تو مرحله اول هر جای سیم کشی که دیدی چسب خورده، وصله پینه شده، چسبش رو جدا کن. مرحله بعدی باز کردن آیاک یا همون خرطومی از روی سیم کشیه. تو این مرحله حتما حواست باشه اونجایی که سیم کشی 2 دسته شده، 3 دسته شده یا یه سری سیم‌ها از کلاف اصلی جدا شده رو با یه بسته کمربندی می‌بندی که بعد از نصب خرطومی مسیر سیم کشیت به هم نخوره. تو مرحله بعدی کل سیم کشی رو باید با بنزین بشوری. بعد اینکه شستی تازه میفهمی کجا سیم اتصالی کرده، کجا آیاقش کنده شده، کدوم سوکت خرابه و همه اینا رو باید دونه دونه برطرف کنی و کل سیم کشی رو نوار پیچ کنی. و در نهایت مرحله آخر مرحله نصب لوله خرطومی رو سیم کشیه. این خرطومی‌ها اوسط شاک دارن و خیلی راحت وارد سیم کشی میشن. من برای این سیم کشی 4 تا سایز مختلف تهیه کردم و روی سیم کشی نصب کردم. هزینه بازسازی این سیم کشی شد 400,000 تومان و در نهایت این هم خروجی کارم. لایک یادت نره.